خوشم به ویدیو دیگه از چنل امزد کلاب. امروز اومدیم با آقایون کیلزون رتوت محمد. سلام. بله اومدیم بریم بتل رویال فورتنایت سیزن جدیدش اومد. ویدیوی بتل پسش هم براتون گرفتم، یا بعد این خواهید دید یا قبل این، که احتمالا بعد اینه. و الان میخوایم بریم توی گیم و گانای جدید و جاهای جدید مپ و نمیدونم ماشین و خیلی چیزای جدید اضافه شده که باحاله. واقعا این سیزن حس میکنم بعد مدت ها به نظر من یه کامبک قشنگی بود برای فورتنایت. و شما قراره دوربین بازی رو نمیرم از توی دید محمد ببینید، پس این قاطی نکنید. یعنی من رکورد میکنم، محمد داره چیز میکنه. و همین دیگه، لایک کن سابسکرایب یادتون نره و بریم ویدیو شروع کنیم. Let's go. خب بریم همون یه جای جدیده. مپ هم که دارید میبینید سلوتین مپ همون جایی جدید. که کیلزون گفت. Let's go. دست به بتل باس نزدم ولی همون بتل باس سیزن بود میان همراه با ما. اینا الان اینهایی که الان میکشیم کسانی هستن که ویدیوهای ما رو دیدن و لایک نکردن. من زنتو گویدم، فرار نکن. همین که هست. یک یارو این یارو هم داونه. بابا گانه درست حسابی این همه چی دیگه. من ترای کرده با بات داریم میکشیم، ما با ترای کرده. این همه چی دیگه. بابا شیلمه. سبک داعش راه سه باتا یه پایین متیم، یه پایین بریم سمت بات. پایین دارن کونه منو باید پلیر کشید اصلا. من اصلا پلیر ترک داونه داره فرار میکنه. داره توره رو بشکن میزارم. کارت داره. این یارو کشته بود. کارتشو برداشت. داره واکنش همزمان میخواییم باز کنیم اون زهر ماریو. قراره احتمالا راشمون رو بدن. آره تیر شاتگان داریم. بیار من برمیدار. خیلی عالی. 3 2 1 نه نمیشه. شاتگان الان رو میام کافت. اوها من لژندشو دارم، خودتون برده. بیرون ساختمون. یکی رو ریبوت کردن. همینجا ریبوت کردن آجی. بریم روش. ای وای یکی داره منو میزن. حمال. چه خرطو خریه. بریم جلومون جلومونن. داونه. یا این چی بود؟ آها کیلزون. دانه جدیده یا رفتار میکنه. هیچی درشتی نتونستم بزنمش. یا پاسه یا پا وای سانه تو خود ترکه داونه. وای یکشون داون داره میشه. اینو رو ریبوت کرد. اون یکیش اینا کیان اصلا؟ حاجی یکشون مثل سگ دمیج بود. کجاه؟ بسن برم یارو فیلشش کنم. اون مرد سیبیل داره مثل چی دمیج بود. باری کردم اکنی
داشت باریکلا فینیشی کشت باریکلا لاک بود. یه ساعت دارن تشویق هم میگن، منم میگم واتپ میاو. منم اومدم یا حسین به به ماشین جدیدم رونمایی کنیم. چیزا پیاده شما هم میرونم، چیزا میگم من پیاده یه بار شاشگاه برونم بیا پیاده پیستو شو میزن رو سر آهنگشو رو بد میخوام یک داستانی بگم از فورت. اونایی که میگن فورت برای بچه سالاست، جدی خدا وکیلی سال 2020 داره 2-3 سال دیگه قرن عوض میشه، خدا وکیلی نگید یه جا میخندم. چرا فکر میکنید فورتنایت برای بچه سالاست؟ آره بابا اینقدر آدم کامل خب نرسید شارژ آقا چیز اون اسمش چی؟ یادم رفت چی بودی؟ لاما شرکای کبرا 11 آتش بزن حالت این خاله براش نبود یکم داره از اون ور ما رو میزنه آی لاش خور آی خاله او باسا مدافع بود لاما کارت داره کارت نداره چرا کارتشو میمیم تاور فعال کنیم ببینیم زون بعدی کجاست خب دوستان عزیز کارت دست من سید آی 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 دشمن دیده شد کرک دشمن دشمن کو دیدم دشمن پخش شد اینا قوی هن ضعیف هن سید قوی بیارید او یکی رو اوه اسنایپ داره همون آره همون ببینین انقدر قوی میخوان ترورمون کنن نگاه محمد و 22 بهمن با چاقو زدم زنده بود 20 تومن محمد مبارک دیسکیت کند بات باشه باتم خب من یه میس دادم بازم میس دادم بات هم یکی داونه به خاطر اینکه اول سیزن لول ها پایینه کلا اکثرا بات میندازه اگه لایک و کامنت ها بره بالا میریم آرنا کونه اون پاره شما رنگ دادش آرناش آرنا رو بردم اسمش رنگ کرده رنگ شوهر اوبیاس بابا همون آرنا آره ما خیلی عتیقه میگه آرنا یادم ما تو موزه چرا بات کرک شد Everybody in the gaming box متین بیا SMG بیا دشمن سمت منه پشت دیگه بیا شیدش برکن دیگه آخر خدا این اسکواد آخر پلیر باشم حتی ای بابا نیستی کرک حالا وصل خودم زنم ترش کجا با چشم و گوشا باز 3-3 احتمال زیاد باز یکی نگاه کنه ما خوب بگیم آره دو تا تیم مونده دو تا تیم 3-3 احتمال زیاد وانتیمون اونجا پس اونا اونجا حاجی پلیر کم تو چیزونو به نحو زیبایی مورد عنایت الهی فرموندم من این تو بوشگاهی میشم زد تو اسنایپ با اینجا کجاست یه این نمیدونم فقط داره صدا تیرش میاد که میخوره به تو زونه هست سمت راست تو زونم کسخولم نه این آدادشون داره بیت میکنه برو زنه تو پاکی کرک یه تیره یکیشون یه تیره من روش منم حمله یا حسین حمله کنین اینم داونه اینم از این
دوستان عزیز همطور که دید ما خیلی پروتر از این حرفاییم که بین با با واه واه با عالی عالی عالی. بات کشیم ایوه. تبریک میگم به همه. خب این بود یک گیم پلی نه چندان گیم پلی، تقریبا داشتیم ولگردی میکردیم با و حتی دیگه درک کنید دیگه، هر منطقی هر کی فورت پلی بده میدونه که اولای سیزن همیشه باتمات زیاد میندازه چون لول پایینه. هر و هو شما اگه سپانس. بله لایک کامنت ها زبونم داره میگیره، لایک و کامنت ها و ویو کلا اینا بالا بود و عشق کردید با این ویدیو و میریم تو آرنا هم ویدیو میگیریم، با اینکه ما مال آرنا نیستیم ولی خب حالا. و تا ویدیو بعد فعلا لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. بای بای.